سلام دوستان، امروز قراره با هم یک کیک فوق‌العاده درست کنیم. کیک کاپوچینو گردو با یک گاناش کاپوچینویی خوش عطر و خاص. آماده این؟ بریم. برای پایه کیکمون به این مواد نیاز داریم: 3 عدد تخم مرغ، شیر 1/3 پیمانه، روغن مایع 1/2 پیمانه، شکر 1 پیمانه، گردو 1/2 پیمانه، پودر کاپوچینو 2 قاشق غذاخوری، نشاسته ذرت 1 قاشق مرباخوری، بیکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری، آرد 1 و 1/2 پیمانه، وانیل 1/4 قاشق چایخوری. آرد رو حتما از قبل 3 بار الک میکنیم. شیر داغ رو با پودر کاپوچینو مخلوط میکنیم. میذاریم از حرارت بیفته، نه خیلی سرد و نه خیلی داغ باشه. اول شکر، تخم مرغ و وانیل رو با همزن حدود 5 دقیقه میزنیم تا حجمش زیاد شه و رنگش روشن شه. مخلوط شیر و کاپوچینو و روغن رو اضافه میکنیم. فقط در حد مخلوط شدن با همزن میزنیم. آرد، بیکینگ پودر و نشاسته ذرت رو یه بار دیگه الک میکنیم و اضافه میکنیم. با لیسک به آرومی هم میزنیم. نباید هیچ گوله از آرد توی مایه کیکمون باشه. مرحله آخر گردوهای خرد شده رو اضافه میکنم. در حد مخلوط شدن هم میزنم. قالبمون رو با روغن جدا کننده چرب میکنیم. دیوارهای قالب باید کاملا چرب شه. مایع رو میریزیم داخل قالب چرب شده. در آخر 2 تا ضربه میزنیم تا هوای قالب خارج شه. فر رو از قبل با دمای 170 درجه گرم میکنیم و قالبمون رو به مدت 30 الی 40 دقیقه میذاریم تو فر. کیکمون رو از فر در میاریم، تست میکنیم کامل پخته باشه. از قالب جدا میکنیم، میذاریم روی صفحه توری تا خنک شه. میریم سراغ گاناش خوش عطرمون. برای گاناش خامه صبحانه، شکلات سفید، پودر کاپوچینو، شیر داغ و کره نیاز داریم. خامه رو روی حرارت ملایم گرم میکنیم. پودر کاپوچینو و شیر داغ رو مخلوط میکنیم و به خامه اضافه میکنیم. کامل هم میزنیم و شکلات و کره رو اضافه میکنیم. مرتب هم میزنیم تا یک گاناش لطیف و خوشبو داشته باشیم. گاناش کاپوچینو ما آماده است. کیک خنک شده رو با گاناش میپوشونیم. من روش ترافل ریختم. شما میتونین روش گردو هم بریزین یا پودر کاپوچینو بپاشین. این کیک کنار یه فنجون قهوه دلبر واقعیه. اگه از این دستور خوشتون اومد یادتون نره لایک و سابسکرایب کنین و برام بنویسین شما این کیک رو با چی میل میکنین. نوش جونتون.